имрӯз мас ин лаҳзаҳо ин сониҳо ин дақиқаҳо дар радиои Азия Плюс меҳмони мо устод Ҷурабек Муродов ҳастанд ки мо бениҳоят хушҳол ҳастем. устод Ҷурабек Муродов зикр мекунанд ки худо хоҳад умед ҳаст 80-солагии мавлуд ва 60-солагии фаъолияти эҷодиро низ мегузаронам. мо бошем орзумандем ки устоди гиромӣ 100-солагии зодрӯз ва 80-солагии фаъолияти эҷодиятонро дар якҷоягӣ қайд кунем. خدا خواهد اون وقت همراه باشیم ده همراه احواز من دعوت میکنم همه مخلصی اشدی شما کمال و راحت خان می‌نویسند در بابت ترانه نانریزه حضرت ابراهیم بسیار مهمان نوازی به مهمان خورا نمیخوردی کمال گفته کمال و راحت همه ما کمال یابیم راحت کنیم از زندگی نانریزه به نانریزه نمیشه چون که نانریزه مقدس است برای ما انا مکه و بیت المقدس و خارج رفتن نان تلفن دیدم من بسیار الان کرد من از نان گرفته بوسه کرده میمونم حیران شدن بعضی همکسبای ما نانریزه بسیار مقدس سرود است چون فرزند فرزانه ملت تاجیک صدرالدین ایوبی ترکزاده بابا جان گفت اینا برای ما هر یک تومار کرده گشتن از روی سر کرده برای ما همه وقت میخوانیم این برنامه نو که گفتن مثلا سودای نو لازم شد خوانم میگیم نسی خطر خانم دقت نشون از زمین نانریزه ها را چیدم ایمانم به چشم نان گرمی مهنتی را دیدم ایمانم به چشم. تشکر. بهترین است او افتخار از میلاد دارد شکر میگوید که سرزمین آباد و آزاد دارد او تاجیک است و با تاجیکستان زنده است سیاست را صنعت و صنعت را سیاست میشمارد شاه صنعت تاجیک هنرمندی خلقی اتحاد شوروی مردی با تمکین سایبانی فرزندان خوش سلیقه نمونوی و سراینده ماهر استاد گرامی قدر جورابک مرادov شما را خوش آمدید میگیم به استودیو مرکزی رادیو آزیا پلوس. خوش آمدید استاد عزیز. سلام علیکم. концерти навбатиатон ки санаи 6 май барпо мешавад аз дигар барномаҳои концертӣ фарқият доранд? میدونید اکنون درباره خودم گپ زدم حیاتم گپ نزدم اولش خدا دیم خلق میدونید که شعاری من با خدا با خلق با خود که شعاری بارباد سبزن در سبز شعاری رودکی تازه و تازه اما یک شاگرد مایلترینی و به هر حال من دو استادم دو پیرم من هم استادم هم پیرم قبول کرده یک تخلص پیدا کنم خودم رود بارد هم رودکی هم برای همین میدونید که همون صدای باربد و نوای رودکی حرکت کردیم که از نام تاجیکستان عزیز که ما فرزند گفت 4 اقیانوس باید بردیم ادواد یاد که آقا رفت سالی جان شریف دوستی عزیز من کس منفت و نیم تاجیک نیم ازبک نیم قرقیز کاسموس رو برامد مقصدی ما هم که صدا در قطار دیگر ملت ها صدایی که صدا میدیم آواز شد صدای تاجیک هم صدا تشکر زیاد میگیم استاد ارجمند و در اینجا باشد یکی از مخلصان شما درخواست نمودند که مثلا اون ترانه تاجیکم رو با صدای زنده در پخش مستقیم زمزمه تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان و هم تن تاجیکم از اقتصادی بازاری دوامش بیت بلیت گرفت